در این پست و اپیزود میخوام یک مراقبه کاملا ابتدایی و ساده و تأثیرگذار رو به علاقه‌مندان این اقلیم پیشنهاد بدم. در یک جای آرام و نسبتاً تاریک بنشینید، بدنتون رو کاملا شل، ریلکس و رها کنید. خیلی راحت و ریلکس. یک ذکر و مانترایی که نسبت به عقاید و باورهاتون رو دوست دارید در ذهنتون تصور کنید. قبلش چند نفس عمیق و دیافراگمی بکشید، دم از بینی و بازدم از دهان. بعد از چند تنفس تمرکزتون رو ببرید روی اون ذکر. فقط به ذکر نگاه کنید. نه اون رو تفسیر کنید، نه اون رو در ذهنتون پرورش بدید. اگر افکار مزاحم سراغتون اومد 2 مرتبه به ذکر نگاه کنید و به حالت قبل بازگردید. روزی 1 ربع این